اما سفری که در آن عبادت است مانند حج کردن، علل خصوص عمره کردن که عمره هم چه خیلی گفتم در نزد بعضی علما فرض است، در این باره بین علما اختلاف است. مثلا در مذهب امام مالک و در مذهب امام شافعی، در قول راجح امام شافعی، وقتی که زن همراه خود همراهانی امانتدار دارد یا گفتیم رفقت الامینه دارد، یعنی همسفران دارد که در داخل آنها به او هیچ خطر تهدید نمی کند، همراهش یک گروهی به آن باوریناک هستند، زنک می تواند عمره کند و می تواند حج کند، می تواند عمره کند. و با این فتوای عربستان سعودی هم هست که اگر رفقه آمینه، شرطش رو ببینید که همراهش یک گروه باشند که در داخل آنها هیچ خطر او را تهدید نمی کند، مانند گروهی حاجیایی که هستند، زنها با زنها، مردها با مردها، زنها جای خوابشان جدا، راهبرد همراهشان هست، ان شاء الله باقی ندارد.